بیان با پای چپ میفرسته به دهانه دروازه مظاهری. عجب صحنه قشنگی رو خلق میکنن در ورزشگاه. علی کریمی در واقع اومد اینجا کفشاش رو عوض کرد. این موقعیت رو ببینیم، یک ضربه تماشایی و واکنش رحمتی. یه پاس خوب موقعیت برای زوماهن، یه پاس عالی، ارتباط رو قطع میکنن. حالا گل نمیشه تو. عجب فوتبال قشنگی. رحمتی رو نگاه کنید که چه کار کرد. دوباره یه موقعیت و حالا گل و حالا گل. گل رو کی زد؟ خود ادی هرناندز زد. حالا یه پاس برای باقری در اون سمت، یه موقعیت عالی برای گل تساوی. وریا غفوری بازی رو 1-1 مساوی میکنه. خود حسینی با پای راست بلند، ادی هرناندز و گل. گل برای زوماهن. اون سمت یه ضربه راه دور و دوباره رحمتی. بازیکنان استقلال داخل محوطه جریمه. وریا غفوری گل دوم. وریا غفوری. کریمی میزنه به سمت چارچوب و مظاهری راه توپ رو دوباره میبنده.